السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال همین که استاد، انسانی که دیوانه هست به هوای زکات داده می شود یا نمی شود؟ دیوانه اگر فقیر یا مسکین باشد، یعنی که ما گفتیم در صحبت‌های گذشته که الله تعالی یگان کس به وصف دیوانگی، به وصف یتیمی، به وصف بیوه‌زنی، به وصف معیوبی وصف نکرده است، بلکه به وصف‌های فقیری، مسکینی، قرضداری وصف کرده است. سه مشهورترین آدمایی که ما با آنها زکات میدیم همین سه نفر: فقیر، مسکین، قرضدار. بعد اوناشو بیان کردیم که عاملین علیها، آنهایی که زکات جمع میکنن که در زمان ما حاضر نیست. زکات تقسیم میکردگی نه، زکات جمع میکردگی. مثلا یک آدم برای من زکات داد، گفت که داملای می زکات تقسیم کنید. من حق ندارم که از این زکات گیرم برای خودم، برای اینکه من تقسیم کننده، من جمع کننده نه. والعاملین علیها، اینو هم جمع میکردن هم تقسیم میکردن، یعنی اینو شب و روز کار میکردن. این تقسیم کردن خودش این مشقت هم نه، این راحت، این بالعکس. بنابراین آدمی که تقسیم میکند زکات نمیگیرد خودش از پولی زکات، اما آدمی که زکات جمع میکند بعد بوی برده به سزاوارانش، خیلی که الله تعالی گفت از که تقسیم کند ای زکات میره. چهارمین آدم، پنجمینش والمؤلفه قلوبهم و فی الرقاب. غلام اینش هم نیست، غلامداری نیست در زمان ما، این نیست. مؤلفه قلوبهم این بسیار مشکل یافتنش به این بی فتوا نمیشد و اینو گفتیم که در مذهب حنفی نیست این چیز. هفتمش بیکار کرده شد میگم. خب والغارمین، بله، قرضدارها، و ابن السبیل، و فی سبیل الله، در راه الله. این در راه الله این هم فتوا قطعی میشه، یعنی شما خودتان این کار در راه الله گفته زکات برده نمیگیرید، میگویید که من فلان جا پولم خیر کردنی هستم. مثلا یا مدرسه ساخته میشد، من به همون مدرسه، من مدرسه آینده به اسلام خدمت میکند، من از زکاتم مدرسه میسازم، من از زکاتم یک فقیر بمیدم و میخوره تمام میکنم، لیکن من مدرسه میسازم که مدرسه باقی مونه تا قیامته. گوید اجازت است یا نه؟ اجازت نیست اصلا. لیکن کلمه و فی سبیل الله، در راه الله، و این در راه الله کو فهمیشی خلق کتی نمیشدین. این باید اما یک عالمی معتبر میپرسد که در علم و در امانتش باورینو که همین مدرسه ای که شما در فلان جا ساختنی هستید، در فلان کشور و فلان مقدار و فلان مقدار از مال، آیا همین به همین آیت میدراید؟ نه، اصلا نمیدراید. لیکن یگان کس میدراید باید فتوا دهد. مثلا اصلا مسجد ساخته نمیشد، لیکن ممکن در یگان کشور یگان عالم اجازت میدهد برای یک مسجد یا کتاب خریده دادن برای طالب علم. از ما اگر به مسکین پول تیم، مسکین میخورد تمام میکنه، لیکن کتاب خریده تیم اگر این کتاب خونده به مردم میرساند یا فایده میگیرد از کتاب، شریعت را میآموزد، همین کلمه فی سبیل الله به میدارد یا نمیدارد؟ ظاهری کلام میدارد لیکن اصلا نمیدارد. لیکن کدام وقت به در آمدنش ممکن؟ این هم باید فتوا کتی میشد. یعنی که اساسا سه تاش: فقیر، مسکین، قرضدار. با قرضدار شرح شای، فقیرم البته شرح شای، همشه با به هر حال پرسیده میدهید. همین درس های زکات های گوش کنید، خدا میفهمید. الکی آدمی که زکات میتید باید احکام زکات داند. خیلی که آدمی که نماز میخواند احکام نماز میداند، احکام سجده سهو باید داند، احکام طهارت داند، طهارت نداند چه طهارت میکند؟ همین گونه احکام زکات هم هر یک آدمی که زکات واجب است بر وی خواند، گوش کند، اقلا درسی تیاره.